خب سلام بچه‌ها. همونجور که میدونید من شادم نمیدونید من فیزیک خوندم و میخوام بهتون بگم که چرا نمیشه تو زمان به عقب سفر کرد اما میشه با آینده سفر کرد. یعنی نه اینکه ما تکنولوژیشو نداریم، بخوام که تکنولوژی رو نداریم نمیتونیم به عقب سفر کنیم و نه، کلا محدودیت این جهان جوریه که نمیتونیم به گذشته سفر کنیم، ولی تکنولوژیشو داشته باشیم که تا الان تا حدی داریم میتونیم به آینده سفر کنیم. حالا توضیح میدم متوجه میشید. سعی میکنم خیلی ساده توضیح بدم، در اصل نسبیت خاص رو توضیح میدم. قدم قدم با هم بریم جلو. دوست دارم اینجوری باشه که خودتون تو ذهن خودتون و تصور خودتون برسید به همون چیزی که اینشتین رسید بهش. من این خود مدادم استفاده میکنم برای مثالا. خب ببینید، وقتی مثلا دوتا جسمی دارن حرکت میکنن، تو فیزیک مثلا دبیرستان داشتید، شاید دانش آموزایی باشید تا الان، همین الان هم داریدش. اگه دو تا چیز کنار هم دیگه رد میشن، مثلا یه ماشینی داره میره 100 کیلومتر سرعت داره، یه ماشین دیگه با 120 کیلومتر سرعت از کنار این رد میشه. اون آدمی که تو این ماشین 100 کیلومتری است، وقتی این ماشین رو نگاه میکنه که با 120 داره بغلش رد میشه، به نظرش میاد این ماشین با چه سرعتی داره کنارش رد میشه. چی میبینه؟ خودش داره با 100 تا میره دیگه، یکی داره با 120 تا رد میشه، تفاضل این دوتا میشه دیگه. یعنی اون به نظرش میاد انگار اگه جاده رو نبینه، فرض میکنه خودش وایستاده، یه ماشین با سرعت 20 کیلومتر بغلش رد شد. درسته؟ توی همه مکانیک معمولی نیوتنی تا قبل از اینکه نسبیت کشف بشه همه همینجوری فکر میکردن، در مورد همه چی همینجوری بود. در مورد هواپیما هم همینه، در مورد چه میدونم سیارات هم همینجوریه، همینجوری فکر میکردیم همیشه. یه استثنا وجود داره، نور اینجوری نیست. یعنی حتی موج صوتی، موج مکانیکی، اونا هم اینجوری انا، اونا هم سرعتشون با هم جمع میشه، از هم کم میشه، همینجوریه دقیقاً. برای همین مسئله دوپلر رو داریم، برای همین وقتی یه آمبولانس داره نزدیکمون میشه، وقتی داره نزدیک میشه صداشو یه جور دیگه میشنویم، به خاطر اینکه طول موجا به هم نزدیک میشه. وقتی داره دور میشه، طول موجا از هم دور میشه، صداشو بمتر میشنویم. وقتی داره نزدیک میشه زیرتر میشنویم. حتی یه ماشین وقتی داره رد میشه، صدا موتورش تغییر میکنه، داره میاد انگار داره جیغ میکشه، صدا موتورش دور که میشه انگار بم میشه صدا موتورش. همه جا داریمش جز نور. تو نور اینجوری نیستش. اثر دوپلر تو نور هم داریم، اون یه داستان دیگه داره، ولی این اتفاقی که سرعت‌ها با هم جمع بشه رو تو نور به این شکل نداریم. نمیتونید جمع کنید دو سرعت. یعنی اگه یه جسمی، یه ماشینی، فرض کن یه ماشینی میتونه با سرعت 9 سرعت نور حرکت کنه، خیلی نزدیک به سرعت خود نور. یه ماشین داره اون سرعت حرکت میکنه، تو اون سرعت چراغ جلو بزنه، لامپش رو روشن کنه، اون نوری که از چراغ جلوش میاد بیرون، اون نور خودش باز با سرعت نور داره حرکت میکنه، جمع نمیشه با سرعت ماشین. یعنی نمیشه سرعت نور به علاوه 9 سرعت نور که بشه 1.9 سرعت نور مثلا. این مدلی جمع نمیشه. این استثناست. سرعت نور تو طبیعت نور سرعت ثابتیه تو خلا. خب برابر 300,000 کیلومتر بر ثانیه است، یا 3 × 10⁻8 متر بر ثانیه. به نظر سرعت بالاییه، آره، ولی تو ابعاد کهکشانی و تو ابعاد کل این یونیورس نه، سرعت بالایی نیست، خیلی پایین سرعتش. برای سفر کردن تو جهان، سفر بین ستاره‌ای، بین سیاره‌ای، هیچ نیست سرعتش، خیلی سرعت پایینیه، ولی ما محدودیم به این سرعت. حالا ارتباطش با زمان چیه؟ ببین، تصور کن که همون تصور که اینشتین کرد. تو اتوبوس بودش و تو اتوبوس میدون تایمز لندن رو میدید، ساعت داره همون طرفش، ساختمان پارلمان، فکرم دیدید تو فیلم ها و عکس ها همینجا دیدید. ساعت رو داشت نگاه میکرد، ساعت اغلبی و وقتی اتوبوس میرفت داشت وایساده بود نگاه میکرد. با خودش فرض کرد که اگه من این اتوبوسه همینجور سرعتش بیشتر بشه، من این عقربه ها رو چجوری میبینم؟ شما تصور کنید اگه سرعتتون بشه نصف سرعت نور، اصلا مکانیزم دیدن اون عقربه ها چجوریه؟ نور میاد میخوره به اون عقربه ها، در حالت طبیعی نور میخوره به عقربه ها، اونا بازتاب میدن نور رو،
اون نوری که بازتاب داده شده میاد میخوره به چشم شما، شما عقربه رو میبینید. حالا اون نوری که داره میاد از عقربه بخوره به چشم شما، خودتون حالا شما دارید به صورت نصف سرعت نور دور میشید از این عقربه ها. این عقربه هم دارن حرکت میکنن دیگه. چی میبینید به نظرتون اگه با سرعت نصف سرعت نور دور شید از این عقربه ها و فرضاً بتونید ببینید دیگه؟ تو مثال مناقشه نکنید، یعنی نگید که حالا اگه با سرعت نصف سرعت نور من دور بشم که دیگه اصلا انقدر سریع دور میشم که عقربه رو اصلا نمیبینمش. نه، فرض کن تلسکوپ گذاشتی اصلا میبینی عقربه رو، ثابت داری عقربه رو میبینی، ولی با سرعت نصف سرعت نور داری دور میشی. چه جوری میشن عقربه ها؟ یه ذره فکر کنید. احتمالاً به نظر میاد چون نوری که میخوره به اونا و بازتاب میشه میاد میخوره به چشم ما، خودش زمانی طول میکشه تا برسه، زمانه بیشتر میشه. احتمالاً عقربه ها کندتر داره حرکت میکنه به نظرمون، نه؟ یه نکته هم ویدیو داره، اگه تونست کسی نکتهش رو بگه جایزه داره. تو همین حرفی که تا اینجا زدم و این نتیجه گیری که دارم الان میکنم، یه نکته تو حرفم هستش. یه سوال، به نظر کندتر باید اگر عقربه ها بگذره، سرعت رو بیشتر کنیم، 9 دهم 99.99999 سرعت نور داریم دور میشیم از عقربه ها. چجوری میبینیمشون؟ و اون نوره که داره بهمون میرسه از عقربه ها خیلی 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 طول میکشه تا بهمون برسه. به نظر میاد عقربه ها دارن کند میشن و دارن نزدیک به ایستادن میشن. یعنی اگه سرعت نور من برسم به سرعت نور، چی میبینم؟ یه عکس میبینم دیگه از عقربه ها. عقربه ها دیگه تکون نمیخورن، انگار زمان وایستاد. من اگه ساعت مثلا 10 و 50 دقیقه بوده دیگه، اون لحظه ای که آخرین لحظه ای که به سرعت نور رسیدم 10 و 50 دقیقه بوده، دیگه همونو میبینم. درسته؟ بیشتر از اون یعنی دیگه عقربه تکون نمیخورن، چون نوری که بازتابیه داره میاد همون داره به چشم من میرسه دیگه. نور بعدیه نمیاد که 10 و 51 دقیقه است مثلا. اگه من سریعتر حرکت کنم چی؟ سریعتر از سرعت نور حرکت کنم، مثلا 1.5 برابر سرعت نور حرکت کنم، محاله چنین چیزی، ولی فرض کنید بشه. حالا محال بودنشو میگم چرا. اگه سریعتر حرکت کنم، نورایی رو میبینم که از ساعت بازتاب شده که قبلا بازتاب شده، 1 رو پیش، 5 دقیقه پیش، 10 دقیقه پیش بازتاب شده. یعنی در اصل من دارم چی رو میبینم؟ ساعت رو چجوری میبینم؟ میبینم که عقربه ها داره برعکس حرکت میکنه. درسته؟ یعنی من قبل رو انگار دارم میبینم، انگار زمان داره به عقب برمیگرده. این تو تئوری. پس اگه نزدیک به سرعت نور بشی، ساعت وای میسته، کند میشه اولا، بعد وای میسته اگه به سرعت نور برسی کاملا. اگه سریعتر از سرعت نور حرکت کنی، زمان به عقب برمیگرده. هر چقدر سریعتر به عقب برمیگرده. اما تو عمل اینجوری نمیشه هیچ وقت. تو عمل تا این نقطه ای که هر چقدر به سرعت نور برسی کند میشش درسته، ولی تو هیچ وقت نمیتونی به سرعت نور برسی، به خاطر اینکه به یه مشکل برمیخوری. وقتی تو سرعت زیاد میشه نسبت به یه مرجع ساکنی، یه دستگاه مختصات ساکن، مثلا زمین ساکن نیستش اینجا، ولی فرض کن دستگاه مختصاتمون رو بذاریم رو زمین رو ساکن فرض کنیم. نسبت به این دستگاه مختصات وقتی شروع میکنی سرعت گرفتن و سرعت تی میره بالا، 1 دهم 2 دهم سرعت نور، 3 دهم سرعت نور، هر چقدر سرعت بیشتر میشه، 3 تا اتفاق میفته. یکی اینکه زمان برات کندتر میگذره. از نظر کی؟ از نظر اونی که روی این دستگاه مختصات ثابت وایستاده، از نظر اونی که رو زمینه، نه از نظر خودت هیچ حس نمی‌کنی. همونطور که کسی که بغل اون ساعته وایستاده باشه ساعت داره نگاه میکنه حس نمیکنه، اونی که تو اتوبوس داره دور میشه حس میکنه اون ساعت داره کند میگذره. پس اگه تو رو بذارن توی فضاپیما دورت کنن با سرعتی از زمین، از نظر اون ساکنی که رو زمینه اگر بتونه ساعت مچی تو رو یا یه ساعتی به سفینه تو وصل باشه ببینه، اون نگاه میکنه میبینه چرا برای من 1 دقیقه گذشت، برای اون 56 ثانیه گذشت. ولی خودت که اون تو نشستی 1 دقیقه برات 1 دقیقه میگذره، چیزی نمیفهمی. یه اتفاق دیگه میفته، جرمت زیاد میشه. دقت کن نگفتم وزنت زیاد میشه، وزن اون چیزیه که به گرانش مربوطه.
یعنی وزن من رو کره ماه 1/6 وزن من رو زمینه. چرا؟ گرانش ماه 1/6 زمینه. وزن من توی فضای بین ستاره، اونجا که گرانشی وجود نداره تقریبا، وزنی من ندارم، بی وزنم، ولی جرم که دارم. جرم ذرات تشکیل دهنده بدن من جرم. حالا که این جرم خودش از کجا میاد هم داستان داره. اگه دوست دارید برید در مورد بوزون هیگز بخونید، یا خودم یه ویدیو بعدش میسازم اگه خواستید که این جرم از کجا میاد اصلا. ولی خب جرم داریم. این جرم زیاد میشه، هرچی سرعتمون زیادتر بشه این جرم زیادتر میشه. یه چیزی هم تغییر میکنه. این مداده اگه داره اینجوری حرکت، این مداده اگه مثلا الان 10 سانته داره با اینجوری حرکت میکنه، اگه برسه به نصف سرعت نور دیگه 10 سانت نیست، ابعادش کوچیک میشه. یعنی هم زمان براش کند شد، هم جرمش داره زیاد میشه، هم ابعادش داره کوچولو میشه. 10 سانتش مثلا یا میشه 7 سانت. یکی از زمین نگاه کنه میبینه این 7 سانته، ولی از نظر کسی که توشه 10 سانته. بازم از نظر کسی که با اون سرعت داره حرکت میکنه متوجه نمیشه اون 10 سانته نظرش. اینجاشو داشته باشید. خب برسم به این که فقط چجوری پس میشه به آینده سفر کرد ولی نمیشه به گذشته سفر کرد. ادامه داستان تا اینجاش اگه حذف کردید یا سوالی دارید بپرسید تو کامنت ها. پس وقتی من سرعتم داره زیاد میشه، همونطور که گفتم زمان داره برام کندتر میگذره. پس من اگه یه چیزی بسازم، یه فضاپیمایی بسازم که سرعت خیلی بالایی داشته باشه، 0.5 سرعت نور، نصف سرعت نور، 0.6 سرعت نور، بتونه به این سرعت برسه، این تکنولوژیه. یعنی تکنولوژی پیشرفت کنه میرسیم به همچین جایی، محدودیت نداریم براش. درسته؟ بسازم که بتونه با این سرعت حرکت کنه، میتونم یه سری آدم تو این بشونم، بفرستمشون تو فضا، برای اینا 2 ماه بگذره، 2 ماه اینا با سرعت 0.6 سرعت نور تو فضا حرکت کنن، بعد اینا رو برشون گردونیم. برای اینا 2 ماه گذشته، برای آدم میگه که رو زمینن چندین سال گذشته. در نتیجه یه جورایی این آدم ها انگار با آینده سفر کردن دیگه، انگار آینده زمین رو دارن میبینن. همینو میشه ادامهش داد، طرف مثلا بره برگرده 200 سال جلوتر زمین رو ببینه، ولی سن اون هنوز تکونه، برای اون 6 ماه گذشته، برای اون 2 ماه گذشته. اون 6 ماه عمرش اضافه تر شده، ولی زمین 200 سال گذشته. بس به سرعتی که این داره حرکت میکنه، هرچی سرعتمون رو بتونیم بالاتر ببریم، به تبع زمان جلوتری رو میتونیم بریم حرکت کنیم روش. اما چرا نمیشه به گذشته رفت؟ خب من دارم با این سفر میکنم، با این فضاپیماه، این داره هی سرعتش زیادتر میشه و خب چه خفن دیگه، هر چقدر سرعتش رو بتونم من بیشتر کنم زمان کندتر میگذره، من با آینده دارم سفر میکنم. یه جا یواش یواش من به مشکل میخورم. وقتی نزدیک سرعت نور دارم میشم، میشه 99.999 سرعت نور. چرا؟ گفتم که وقتی داره اتفاق میفته جرم این داره به بی‌نهایت میل میکنه، داره جرمش میشه بی‌نهایت، رو نمودار داره مجانب میره بالا به بی‌نهایت. ابعادش داره چجوری میشه؟ کوچیک و کوچیکتر به صفر داره میل میکنه ابعادش. یعنی من یه چیزی دارم که ابعاد تقریبا دیگه نداره، داره به صفر میل میکنه، جرمش ولی داره به بی‌نهایت میل میکنه، زمانم داره براش متوقف میشه. این منطقاً و از نظر ریاضی نمیشه. یعنی وقتی دقیقاً به سرعت نور برسه نقطه تکینگیشه، ابعاد شده صفر، جرم شده بی‌نهایت، اصلا چیزی وجود نداره. ما جرم بی‌نهایت نداریم که. وقتی تو فیزیک بی‌نهایت حرف میزنیم داریم از عدد بزرگ صحبت میکنیم، بی‌نهایتی نداریم ما. ولی اونجا واقعا به بی‌نهایت ریاضی میرسه، مجانب نیست دیگه، یعنی که خورد به محور اگه به صورت نور برسه. ببین پس اصلا ربطی به تکنولوژی ما نداره. آدم فضایی ها مگه توی جای دیگه ای باشن، تکنولوژیشون چند میلیون سال از ما جلوتر هم باشه، اونا هم گیر همین داستانن. حالا راههایی بر دور زدنش تئوری وجود داره ها، خب، ولی از طریق این نوع مسافرت کردن با سرعت بالا نمیتونن برسن به ما، نمیتونن مسافت‌های طولانی حرکت کنن، حتی نمیتونن به سرعت نور برسن حتی. یعنی میگیم یه چیزی با ما
10 سال نوری فاصله داره، تو تکنولوژی هر چی هم باشه که بتونی با سرعت بالا حرکت بکنی، حتی 10 ساله هم نمیتونی به من برسی، چون 10 ساله وقتی میتونی بیای به من برسی که سرعتت بشه سرعت نور. تو نهایتا میتونی بشی 99.9999 سرعت نور. یعنی یه چیزی کمتر از 10 سال، بیشتر از 10 سال طول میکشه تا به من برسی. 10 سال نوری. حالا چه برسه فاصله های خیلی زیاد که مثلا در مورد 100 سال نوری یا مثلا از آغاز بیگ بنگ تا الان 13.8 میلیارد سال نوری فاصله داریم. حالا تقریبا نمیشه، محاله، قطعا محاله، یعنی تقریبا نه. اونجا گفتیم اگه سرعتمون از سرعت نور بیشتر بشه، ساعت انگار داره به عقب برمیگرده، به گذشته میریم. ما اینجا ثابت کردیم الان نمیشه حتی به سرعت خود نور رسید که زمان متوقف شه. زمان کند میشه، متوقف دیگه نمیشه، چون به سرعت نور نمیرسیم. برسیم این اندازش میشه 0، جرمش میشه بی‌نهایت، همچین چیزی نداریم. حالا من خیلی علمی فیزیکی با هم توضیح بدم، باید بگم که این فضا زمان رو انقدر دور خودش خم میکنه به خاطر جرم بالایی که داره، داستان جداست. یا برخوردش با بوزون هیگز انقدر زیاد میشه که جرمش زیاد میشه. نمیخوام اونا رو توضیح بدم، هم با زبان ساده توضیح میدم. پس نمیشه به همچین کاری کرد. خیلی راحت تر یه پارادوکس جالبی هم در موردش وجود داره، پارادوکس پدر بزرگ. پارادوکس پدر بزرگ چی میگه؟ میگه تو برگشتی تو گذشتت، اگه بشه برگشت به گذشته و با بزرگ خودتو بکشی، چی میشه؟ یک مرتبه دیگه وجود نداره خودت هم که اون دستگاه رو درست کنی که سوارش بشی که بری به گذشته. چی میشه اون وقت؟ این پارادوکس پدر بزرگ بر سفر به گذشته است. اصلا کاری هم به این نداریم، چون من برای استدلال کردن به اینکه نمیشه سفر کرد به گذشته از این طریق کاری به اون نداشتم، ولی گفتم همچین پارادوکسی هم وجود داره. پارادوکس‌های زیادی هم وجود داره که بر سفر به گذشته است. در نتیجه تکنولوژیمون که قوی تر بشه، میتونیم به آینده سفر کنیم، میتونیم 200 سال 500 سال آینده رو بتونیم بریم ببینیم، اما به گذشته محال سفر کنیم. محال ریاضیه که سفر کنیم، نمیشه، هر کارش کنی نمیشه. این هست. بازم سوالی داشتید بگید.